سلام بینندگان گرامی، شما برنامه اخباری آزادی را تماشا میکنید. امروز 30 سپتامبر مهمترین و تازه‌ترین رویدادهای تاجیکستان و جهان را با تحلیل و تفصیلات همراه با همکاران خود پیشکش میکنیم. سرخط خبرها در این شماره: خدای سروزیر تاجیکستان بار دیگر برای قلابی به مبلغ زیاد به دادگاه کشیده شد. تانک‌های اسرائیل به مرکز شهر غزه وارد شدند. ترامپ طرح صلح پیشنهاد کرد و به حماس شرط گذاشت. این پیشنهاد طلب رهایی فوری گروگان‌ها را در فرصتی نه کمتر از 72 ساعت در نظر دارد. منع اینترنت و مخابرات موبیلی در سراسر افغانستان ساکنان این کشور را ناراحت کرده است. ما خواهش میکنیم از مسئولین امارات اسلامی که بازنگری بکنن و اینترنت دوباره وصل بکنن. مقیم اشوروف صاحبکار و خدای سروزیر تاجیکستان دیگر باره بازداشت شده است و این نوبت هم به قلابی گمان بر می شود. بنابر اطلاعی دریافتی رادیو آزادی، اشوروف تقریبا 2 ماه پیش بازداشت شده است، ولی مسئولان ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوق در این باره تا حال اطلاع رسمی پخش نکردند و به پرسش‌های ما نیز پاسخ ندادند. در همین حال از دفتر دادگاه شهر خوجند گفتند که تحقیق پرونده او به پایان رسیده، در دادگاه محاکمه خواهد شد. فرزان محمدی در این باره تفصیلاتی بیشتر می‌دهد. دادگاه شهر خوجند روز 30 سپتامبر مرافعه مقیم اشوروف صاحبکار و خدای سروزیر تاجیکستان را شروع کرد. او به قلابی گمان بر می شود، ولی معلوم نیست نسبت اشوروف کی شکایت کرده است و اصل قضیه چیست. تنها از روی اطلاعنامه دادگاه معلوم گردید که مقیم اشوروف به قلابی مقدارش مخصوصاً کلان گمانبر دانسته می شود و دادرس اعمال او را از روی این بند پرونده محاکمه می نماید. در صورت تصدیق یافتن عیبنامه‌اش به مبلغ کلان جریمه می گردد یا از 8 تا 12 سال زندانی می شود. نظر خود او و وکیل دفاعش به این قضیه معلوم نیست. کوششی ما برای گرفتن نظر پیوندانش نیز نتیجه نداد، ولی در صورت آماده شدن آنها رادیو آزادی در این باره تفصیلات می‌دهد. در 2 سال اخیر این دومین بار است که مقیم اشوروف با این جرم بازداشت می‌گردد. به گفته سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوق، او 8 می سال 2024 دستگیر گردیده و نیمه ماه ایول همان سال آزاد شد. بعد رهاییش خودش در صحبت با رادیو آزادی گفت که قلاب نیو قرضدار بود و آن وام را پرداخت. به گفته این صاحبکار، بازداشت او به دعوای یک مزاجش ربط داشت. مقیم اشوروف 66 ساله بیش از 30 سال باز به تجارت و سیاحی مشغول است. از آن پیش به حیث آموزگار در مکتب‌ها کار میکرد و نزدیک به 20 سال همچون مدیر شرکت سیاحی سپوتنیک مشغول به چین بردن و آوردن تاجران عمده فروش و کشاندن بار آنها بوده است. همچنین برای سیاحان داخلی و خارجی روادید نیز آماده میکرد. او در صحبت سال گذشته گفته بود که بار هم با مشتریان سر مبلغ بحث‌های دادگاهی نداشتند. یک پسر مقیم اشوروف با دختر قاهی رسولزاده سروزیر تاجیکستان عائله‌دار شده است. اشوروف میگوید فعالیت کاری او و فرزندانش به خویش و تبار یا خدایش بستگی ندارد. از سال 92 خطای با رفته آمده میجازهای برده باراشون آورده داده. من 32 سال میشد که با صاحبکاری مشغولم، هم صاحبکاری و هم سیاحی. خطا نکنم ممکن است که یک 400-500 تا میجاز هم باشد در دوام همین از سال 92 تا 2010 سال من فرزنده این تجارت دادم و خودم تجارتی یک کشاورزی کردی مشغول شدم. بازداشت دیگرباره مقیم اشوروف در حالی است که رسانه‌های تحقیقگر سال گذشته مالکیت بعضی از پیوندان قاهی رسولزاده را در سوق دوشنبه و دبی آشکار کردند و این گزارش در شبکه‌های اجتماعی باعث بحث‌های زیاد شد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.
دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز 29 سپتامبر اعلان کرد که بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل نقش صلح آمریکا برای پایان دادن به جنگ در غزه را پذیرفته است. تقریبا 2 سال باز اسرائیل در غزه علیه حماس، سازمانی که از طرف آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی عنوان می شود، می جنگد. طرح پیشنهادی آمریکا آتش بس در غزه و آزادی گروگانان اسرائیلی که 7 اکتبر سال 2023 حماس به گرو برده بود در نظر دارد. همکارم میرزانبی خالقزاد گزارش می‌دهد. دونالد ترامپ پس از ملاقاتش با بنیامین نتانیاهو گفت سروزیر اسرائیل به طرح سازش صلح در غزه راضی شده است. این طرح پایان جنگ تقریباً 2 ساله در غزه و آزادی همه گروگانان حماس را در نظر دارد. حماس اگر این را قبول دارد، این پیشنهاد طلب رهایی فوری گروگانها را در فرصت نه کمتر از 72 ساعت در نظر دارد. یک مقام گروه حماس به خبرگزاری ریترز گفته است که اعلان را شنیدند ولی هیچ نقشه خطی از جانب ایالات متحده آمریکا دریافت نکردند. نتانیاهو در 9 ماه اخیر که ترامپ پرزیدنت انتخاب شد 4 بار به آمریکا سفر کرده است. سفر او و پذیرفتن پیشنهاد ترامپ برای صلح در غزه در حالی بود که هفته گذشته چند کشور غربی برخلاف خواست آمریکا و اسرائیل دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. واشنگتن طرح صلح غزه را هفته گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به کشورهای عرب و مسلمان معرفی کرده بود. این طرح که از 20 بند عبارت است: بیرون شدن ارتش اسرائیل از غزه، به سلاح ساختن حماس، رهایی گروگانها و تشکیل حکومت دوره گذرش تحت رهبری یک نهاد بین المللی را در نظر دارد. مذاکرات در قصر سفید در حال صورت گرفت که تانک های اسرائیل روز دوشنبه به درون بخش مرکزی شهر غزه وارد شدند. مقامات اسرائیل میگویند اینجا آخرین پناهگاه حماس است و هدف دارند این گروه را کاملا نابود کنند. در این جنگ بیش از 60,000 اهالی غزه کشته شده است و سازمان‌های بین المللی و اکثر کشورهای دنیا اسرائیل را برای نقض جدی حقوق بشر عیبدار می‌کنند. اسرائیل میگوید از خودش دفاع کرده است و برای آینده امنی این کشور ضد تروریستان مبارزه می‌برد. دو روز این جانب ساکنان اکثر مناطق افغانستان از دسترسی به اینترنت و مخابرات موبیلی محروم می باشند. در این باره مؤسسه بین المللی ناظر اینترنت با نام نت بلاکس گزارش داده است. همکارم خیرامان بقازاده موضوع را پیگیری کرده است. روز دوشنبه در سراسر افغانستان مخابرات موبیلی و اینترنت قطع شد. چند هفته پیش از آن حکومت طالبان افغانستان در بعضی منطقه ها استفاده نخهای اپتیکی مخابرات را منع نموده بودند. در این باره یک گروه ناظران بین المللی و از جمله رادیوی افغانستان آزاد گزارش دادند. تا هنوز طالبان درباره این قرار اخیر خود چیزی نگفتند، ولی روز 26 سپتامبر حاجی زاهد سخنگوی طالبان در ولایت شمالی بلخ در شبکه ایکس اطلاع داده بود که منع اینترنت با امر رهبری طالبان هیبت الله آخوندزاده صورت گرفته. هدف از آن به گفتش جلوگیری از بداخلاقی است. طالبان برای اثبات نمودن درستی اقدامهایشان شریعت اسلامی را بهانه پیش می‌آورند، ولی شماری از علمای اسلامی گفتند که برای منع اینترنت هیچ زمینه وجود ندارد. قطع اینترنت خانه به خانه تأثیر منفی در تمام بخش‌های زندگی می داشته باشه. بخش عمده‌ای از خدمات ملکی مانند توزیع تذکره، پاسپورت، سیستم بانکداری با اینترنت ارتباط داره. امروز روند آموزشی همگان به ویژه افراد دارای معلولیت مخصوصا نابینان ارتباط نزدیک با اینترنت داره. کتابخانه‌های آنلاین در شفاخانه، بخش خدمات درمانی آنلاین، تجارت آنلاین که اخیراً معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز کرده بود. شما می‌فهمید که یک بخش زیاد از آموزش و پرورش از طریق آنلاین و اینترنت صورت می‌گرفت. با قطع اینترنت جوانای ما، دخترای ما، بچه‌ها از آموزش و پرورش آنلاین دور می‌باشند. دیگه این تبعات بسیار مختلف می‌داشته باشه. برای همه معلوم است. دیگه ما خواهش می‌کنیم از مسئولین امارات اسلامی که بازنگری بکنن و اینترنت دوباره وصل بکنن. به نوشته خبرگزاری ریترز منع اینترنت یک بخش از محدودیت گذاری طالبان روی آزادی‌های فردی و پخش اخبار آزاد است. از زمان سر قدرت آمدن طالبان در ماه اوگوست سال 2021
این جنبش تندگرای اسلامی به طور جدی حقوق زنان را محدود نموده دیگر اندیشان را تحت تعقیب قرار داده است. از اینجاست که ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای عالم از اعتراف حکومت طالبان افغانستان خودداری میکنند. یگانه کشوری که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است روسیه می باشد. 12 سازمان بین المللی حامی حقوق در سالگرد بازداشت بزرگمهر یاروف از حکومت تاجیکستان طلب کردند که این وکیل دفاع شناخته را بدون قید و شرط آزاد کنند. حامیان حقوق گفتند بزرگمهر یاروف در محبس شکنجه شده، مقامات دیدار همسرش را نیز محدود کردند. در یک صحبت با برادر بزرگمهر یاروف جمشید یاروف که در اروپا به سر میبرد پرسیدیم که آیا نگرانی حامیان حقوق واقعیت دارد؟ سبب آنه که بزرگمهر حالا در محبس نظامش پرزور در همون کریتی در باختر نگاه داشته می شود، برای همین گرفتن یگان معلومات دقیق و عمیق غیر امکان می باشد و آخران واخوری که تقریبا 1-2 ماه پیش با او نزدیکان ما کرده بودند از اون گواهی می دهد که وضع سلامتی بزرگمهر خوب نیست، برای که او فقط در هم نامه‌هایش هم در واخوری‌ها از خشتبار طلب میکند که فلان داروها آورده شوند. این از اون شهادت میدهد که وضع سلامتیش خوب نیست. به این هم وضع سلامتی او خوب نبود، بیماری استما داشت و دیگر معلومات های عمیق و پوره گرفتن که در آنجا چگونه او ادای جزا کرده ایستاده است، نسبتش یگان تأثیر رسانی فیزیکی و پسیکولوژی رسانیده می شود غیر امکان است، چون که در واخوری در تمام همین واخوری ها حتما 2 نفر از دو طرف او می ایستند و تمام گپزنی خشتبار و بزرگمهر یاروف را زیر نظارت می گیرند و نمی مانند که یگان اخبار و خبری را به بیرون برانند. در ادامه صحبت از جمشید یاروف سوال کردیم که آیا اظهاراتی که سازمان‌های بین المللی در نسبت بزرگمهر یاروف و دیگر محبوسان سیاسی تاجیکستان نشر می‌کنند تأثیری دارند یا نه؟ بیشتر هم چنین مراجعت‌ها بودند، از حکومت تاجیکستان طلب می‌کردند که به یگان شرط و به یگان طلبات دیگر بزرگمهر یا اینکه دیگر محبوسان سیاسی آزاد کرده شوند، ولی تاجیکستان حکومت تاجیکستان یگان عمل یگان واکنش برای بهبود یا اینکه بازبینی پرونده آنها نمی کند و این از آن گواهی می دهد که چنین طلبات های عادی یگان نتیجه نخواهند داد. اگر طلبات ها با فشارهای اقتصادی در نمود سانکسیون ها نسبت یگان اشخاص معینی حکومتی یا اینکه فشارهای دیپلماتی به مانند که چخیلی که حکومت امریکا فشار آورد به رژیم لوکاشنکو و محبوسان سیاسی آزاد کرده شدن، اگر چنین فشارها با یک جایگی چنین طلبات‌های بیانیه‌های مقامات‌های حفظ حقوق بین المللی یک جایه شوند، شاید که یگان نتیجه یابند. تشکر. به سوال‌های رادیو آزادی جمشید یاروف درباره وضع برادرش بزرگمهر یاروف معلومات داد. خاطر نشان می‌کنیم که بزرگمهر یاروف را 10 سال پیش سال 2015 بازداشت و با اتهام قلابی، ساخته‌کاری و تأخیر نماینده حاکمیت به 28 سال زندان محکوم کردند. مقامات او را زمان بازداشت کردند که به حمایت حقوق 14 عضو ریاست عالی حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شروع کرد. فیلم کارگردان ایرانی شهرام ماکری خرگوش سیاه خرگوش سفید از جانب تاجیکستان به جایزه بانفوذ سینمایی اسکار پیشبری شد. در این باره روز 29 سپتامبر چندین رسانه بین المللی از جمله هالیوود رپورتر خبر داده است. به نوشته این رسانه درامای ددکتیوی در تاجیکستان نوار بردار شده 3 قصه از هم جدا را بازگو میکند که در یک ماجرای اسرارآمیز به هم میپیوندند. این فیلم از نام تاجیکستان به قضاوت آزمون سینماگران آمریکایی فرستاده شده است. سپاس که برنامه اخباری آزادی را تماشا کردید. خبرهای تازه تر با تفصیلات را هر وقتی از شبکه‌های اجتماعی و سامانه آزادی آرگ میتوانید پیدا کنید. خدا نگهدار.